سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 30 نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. رکتور یا رکتیر 23 استاد دانشکده آموزگاری رشت را از خوابگاه پیش کردند. کی دل به فرمان من است، نظربایف اعتراف کرد که زن دویم دارد. در 11 ساعت بدخشان تاجیکستان را 2 زمین لرزه تکان داد. ایستگاه نوبتی توکیو در گرند سلام توکیو 10 پهلوان تاجیک شرکت میکنند و به بیهوشی 13 ساله را یافته به پدر و مادرش سپاریدند. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت قبلی قزاقستان نورسلطان نظربایف که از سال 2019 بعد 30 سال حکمرانی کرسیش را به قاسم جمعت توقیف سپاریده به نفقه رفت. در کتاب نو خاطره‌هایش با نام مایا ژیزم از زویسیمستیک سوابوده یا حیات من از وابستگی تا آزادی به برخی پهلوهای تا حال پنهان زندگیش رفشانی انداخته، از جمله بار اول اعتراف کرده است که زن دویم دارد و این همسر دویمش اصل ایسیبایو برایش 2 پسر به دنیا آورده است. پسر کلانی نظربایف و اصل ایسیبایو با نام تومان الکی به سن 18 رسیده، دویمیش بیکن الکی 15 سال شده است. نظربایف از همسر یکمش سورو نظربایو 3 دختر برکمال، دوریغا دینورا و اولیه دارد ولی یگان پسر نداشت. نشریه قزاقی ارده خبر داد که کتاب در نشریات فولینت به نشر رسیده روزهای نزدیک به فروش میبراید، ولی نسخه های اولین کتاب یادداشت‌های نظربایف را الکی به برخی سیاستمداران و کارشناسان و ژورنالیستان توفه کردند. آنهایی که این کتاب را الکی مطالعه کردند خبر دادند که نظربایف در یادداشت‌هایش هم به مسائل سیاسی و هم به مسائل زندگی شخصیش پرداخته است. به گفته خوانندگان نخستین یادداشت‌های نظربایف بندهای علایده کتاب به اعتراض‌های سال 2011 در ژنوزن، سپردن کرسی پرزیدنتی به توقیف در سال 2019، اعتراض‌های خونین ماه ینور سال 2022 بخشیده شده. نظربایف درباره پرزیدنت کنونی توقیف نیز برخی فکر و ملاحظه‌های قابل توجه بیان کرده است. اما گفتن همسنبتان ارده به صورت عموم بخش‌های سیاسی کتاب چندان حرف‌های نوی ندارد. به فرق از بخش مربوط به زندگی شخصی پرزیدنت یکم قزاقستان نورسلطان نظربایف، بنا به نقل نظربایف هنگام یک سفر کاریش به تل قرغان او را در نزد زینه‌های هواپیما طبق عنعنه دختران گلرو با گلدسته و پیشواز گرفتند، ولی این بار دختری که به نظربایف گل توفه کرد به گفته پرزیدنت سابق قزاقستان آنچنان زیبا و دلربا بود که پرزیدنت قزاقستان به یک دیدن به او دیوانه‌وار عاشق شده است و چهره گرم و قد و قامت زیبای آن گل دختر را دیگر فراموش نکرد. نظربایف از شاعر قادر میرزا علیف نقل قول کرده است که در یک بیتش گفته بود: در سن 70 هم قلب من پیر نشد، در سن 80 هم احساس عشق از من نرفت. نظربایف می نویسد که وقت می گذشت ولی چهره اون دختر زیبایی که در فرودگاه تل قرغان مرا پیشواز گرفت هیچ از یادم نمی رفت. بنا به نقل نظربایف شناسایی آنها به عشق و علاقه بین آنها پیچید. به تدریج ما وا خوردن گرفتیم. در چهره و در اندیشه های اصل من آن صفتهای را که می جستم یافتم. از همه اساسیش من از احساس تنهایی باطنی که سالها باز دنبالگیرم بود خلاص شدم. قصه را دراز نمی کنم. ما با نکاح مسلمانی ازدواج کردیم. اصل به من 2 فرزند 2 شو پسر توفه کرد. سال 2005 تومان به دنیا آمد و سال 2008 بیکن. نظربایف نوشته است که به همسر اولش سورو مادر 3 دخترش دوریغا دینورا و اولیه تمام عمر با احترام و غمخوارانه مناسبت داشت و این چیز تسکینش می بخشید که در آن نقطه عطف تقدیرم او من را فهمید و بخشید. بعد تولد تومان من پیش سورو رفتم و همه چی را به او گفتم و این نماینده اولاد صاحب احترام باز هم شرافت نشان داد و اون وقت گفت کودکان فرشته اند، بگذارین کودکان خوشبخت شوند. دختران هم مرا درست فهمیدند. پرزیدنت سابق قزاقستان در پایان داستان عشق سر پیریش نوشته است: یک واقعیت ردناپذیر وجود دارد و این واقعیت این است که من به فرمان دلم کی دل به فرمانی من است. نشریه پایک با نشر 3 عکس در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که
از ساعت 8 صبح 29 نوامبر سال 2023 رکتور دانشکده آموزگاری رشت رجب زاده محمدیار ناصر امروی معاونانش و محافظان دانشکده 23 آموزگار این مؤسسه تعلیمی را خود سرانه از خوابگاه دانشکده پیش کردند. سبب چنین تصمیم ماموریت دانشکده معلوم نیست، ولی بنا به اطلاع سعید ایدر مؤلف گزارش چیز و چاره آموزگاران را در صحن دانشگاه ریخته و تا در پیش چشم دانشجویان آموزگاران را تحقیر کردند. او می افزود که رکتور رجب زاده خودش با یک بیرحمی مخصوص نه همچون رکتور بلکه چون رکت درهای حجره های خوب استادان را در خوابگاه معلمان شکسته، با زیر دستانش چیزهای آنها را به بیرون پرتافته و معلمان را هر گونه سخنهای بد گفته طلب نموده است که او وظیفه دار نیست که معلمان را با خوابگاه تامین نماید. این در حالی است که بعضی از استادان از نویه های سنگوار، دیه های دوردست نویه نورآباد، از نویه لخش و تاجیک آباد بوده بجز از این خوابگاه سرپناه دیگر در رشت ندارند. گفته می شود آموزگاران رانده شده قریب همشان استادان تجربه دار و عنوان دار بودند. مقیم جان نبیزاده رئیس نویه رشت نیز در صحبت به پیک از دانشکده آموزگاری برایش رسیدن خبرهای تشویش‌آور را تصدیق کرده گفته است که دانشکده آموزگاری رشت همقدم استقلالیت دولتی بوده. سال 2008 محض با تشبث پرزیدنت امامعلی رحمان برای تامین کادرهای آموزگاری منطقه بنیاد کرده شده است. حالا در این مؤسسه 3500 دانشجو تحصیل دارند که برای جوابگو بودن به متخصص زمان نو از طرف دولت تمام شرایط لازمه مهیا کرده شده است. ولی وقتهای آخرش چه باشد که بعضی از پرابلم ها در این دانشکده پیدا گردیده ایستادند که از بی‌مسئولیتی ریاست دانشکده درک می‌دهند. رکتور دانشگاه آموزگاری رشت رجب زاده تا کنون این خبر را شرح نداده است، ولی پیک رکتور رجب زاده را عیبدار کرده است که به جای بالا برداشتن آبروی معلمان و با امتیازها تامین کردن آنها، آبروی معلمان دانشکده را برعکس به خاک سیاه یکسان نمود. در گزارش تاکید شده است که منظره چگونه از خوابگاه به زوری پیش کردن معلمان را صدها دانشجوی این مؤسسه تعلیمی تماشا می‌کردند و طبیعی است که دیدن چنین احوال زور آموزگاران این دانشجویان را نسبت به کسب آموزگاری نه چندان دلگرم می‌کند. پیک می‌نویسد که تا کنون شماره زیادی از آموزگاران دانشکده رشت از جمله عوض ربان، تقدیرف عبدالنظر، سیولیف نجیب الله، اودینایف محمد الله، شریفف حکیم، خدایدادف حکیم، سرخکف مسلیدین، میرزایف حکمت الله، عظیمف لطف الله، مقصدف اسمت الله، رستمف نسیم جان، محمد خانف محمد روزی، عظیم فردوس بعد رکتور تعیین شدن رجب زاده ترک کار کردند و بر اثر خنک نظری رکتور تا امروز 23 استاد دانشکده یک باره میخواهند ترک این وظیفه نمایند. نشریه پرسیده است که به این کردار بولجبانه رکتور دانشکده آموزگاری نویه رشت رجب زاده محمدیار ناصر مقامات دخل دار از جمله مقامات پروکراتور، رئیس نویه رشت، وزیر معارف و علم چه بهای قانونی میداده باشند. در بین 11 ساعت نیمه دوم روز 29 نوامبر و شب 30 نوامبر سال 2023 در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان دو زمین لرزه اقتدارشان از 4 بال بالا ثبت شده است. بنا به اطلاع مرکزهای بین المللی زلزله نگاری که زمین لرزه ها را در سراسر سیاره به صورت شبانه روزی پیگیری و ثبت میکنند، زمین لرزه اول نیمه دوم روز 29 نوامبر ساعت 15:59 دقیقه به وقت تاجیکستان در عمق 127 کیلومتر زیر بستر زمین رخ داده. اقتدار آن در مرکزش 31 کیلومتری شرق مرغوب طبق جدول ریختر 4.5 بال را تشکیل داده است. زمین لرزه دوم ساعت 9:09 دقیقه شب 30 نوامبر سال 2023 در عمق 124 کیلومتر زیر بستر زمین رخ داده. اقتدار آن در مرکزش 27 کیلومتری جنوب شرقی شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان 4.4 بال را تشکیل داد. خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علوم تاجیکستان این دو زمین لرزه رخ داده در قلمرو جمهوری را هنوز شرح نداده است. درباره کدام خسارات یا آسیب دیدن آدمان بر اثر این آفت‌های طبیعی گزارش به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جاگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود.
اکثر این زمین لرزه‌ها در شرق تاجیکستان و در مرز با افغانستان رخ می‌دهند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 29 نوامبر سال 2023 مراسم جنبست آزمون کتاب سال 2023 را برگزار و با اعلان کتاب‌های بهترین سال مؤلفان این کتاب‌ها را با جایزه‌ها قدردانی کردند. وزارت دریافت بهترین اثرهای بدیعی معاصر تاجیک را که مضمون و محتوای آنها خودشناسی ملی، ارزش‌گذاری بر رکن‌های دولتداری، تحکیم صلح و ثبات، امنیت کشور و صداقت به وطن را انعکاس می‌کنند، هدف اساسی راه‌اندازی این آزمون نام می‌برد. به آزمون در 6 نامیناسیون در عموم 28 کتاب تازه نشر در ژانرهای نظم و نثر، پوبلیتیستیکا، نظم و نثر بچگانه و ترجمه پیشنهاد شده. از بین آنها 18 کتاب غالب آزمون گردید. همچنین مؤلفان 3 کتاب دیگر با افتخارنامه وزارت فرهنگ قدردانی شدند. بر اساس خلاصه هیئت داوران این کتاب‌ها بهترین کتاب‌های سال 2023 دانسته شدند. در بخش کتاب نظم جای اول رحمت نظری برای کتاب میوه میر، جای دوم عزتبک ایدیزاده برای کتاب شباده، جای سوم اسماعیل ظریفی برای تهیه کتاب‌های 7 کتاب دیوان غزلیات و کلیات. در بخش کتاب نثر جای اول سراج الدین اکرامی برای کتاب برف خونالود، جای دوم منصور سروش برای کتاب دو цвета осени، جای سوم لطافت کینجایو برای کتاب نامه به برادر. در بخش اثرهای پوبلیسیستی جای اول جانبک اسراریان برای کتاب داستان نوسکول، جای دوم دلیر عبدالله برای کتاب کسبیت، صداقت، جسارت، جای سوم بانوان تاجیکستان برای کتاب بانوان تاجیکستان، چهره‌های استقلالیت. در بخش اثرهای نظم بچگانه جای اول عطا همدم برای کتاب چراغ راهنما، جای دوم سلطان مراد حاجی‌بایف برای کتاب یخشی بالا قندای بولر، جای سوم انوشیروان علیشیر برای کتاب افسانه قلم. در بخش اثرهای نثر بچگانه جای اول مجید سلیم برای کتاب گوزن و شکارچی، جای دوم مرادعلی صابر برای کتاب قصه های گاو اعلای مامای شریف ما، جای سوم علی خان محمدوف برای کتاب سراینده و موسیقی استرادی. در بخش اثرهای تجربه بدیعی جای اول امانبای معانوف کرامت الله میرزا برای کتاب بیگناه اولیمی، جای دوم نشریات ادبیات بچگانه برای کتاب‌های افسانه خلق تاجیک و تاجیکسکی نارود نیسکاسکی، جای سوم اداره روزنامه ختلان برای کتاب افتخار وطنداری. با افتخارنامه وزارت فرهنگ قدردانی شدند امیر سعید منکی برای کتاب یاد مادر، رخشانه میرزایو برای کتاب کوزه نقشین، سنت الله اودینایف برای کتاب ده برگ ارزو. فدراسیون گشتین جودو یا جودوی تاجیکستان خبر داد که در مسابقه نوبتی معتبر از سلسله سیر جهان جودو در گرند سلام توکیو 2023 10 پهلوان به نمایندگی از تاجیکستان اشتراک میکنند. مسابقات تاسگلای بزرگ توکیو روزهای دوم سوم دکامبر سال 2023 با اشتراک 500 ورزشکار بیش از 84 دولت برگزار می شود. بنا به اطلاع فدراسیون تاجیکستان را در این مسابقه سطح بلند 10 ورزشکار شناخته محمد صالح قواتوف و میرزاد صوفی در وزن تا 60 کیلوگرم، امام علی نورعلی و عبید جیبوف در وزن تا 66 کیلوگرم، بیروز خوجازاده و اکبر شریف در وزن تا 73 کیلوگرم، سامان محمدبیکوف و محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن تا 81 کیلوگرم، کامرانشاه استوپریان در وزن تا 90 کیلوگرم و امام رضا انورزاده در وزن تا 100 کیلوگرم معرفی میکنند. سبب به توکیو نرفتن پهلوان دیگر خوشنام تاجیک تیمور رحیموف که تقریبا از یگان مسابقه گرند سلام به مدال بیرون نمی آید گفته نشده است. فوند عمومی جایزه های گرند سلام توکیو 2023 154,000 یورو تشکیل می‌دهد. به غالب جای اول 5,000 یورو، به برندگان مدال های نقره 3,000 یورو و به آنهایی که صاحب مدال های برنجی میشوند 1,500 یورو جایزه داده خواهد شد. گشتین جودو یکی از آن رشته های ورزش است که در آن ورزشگران تاجیک در عرصه بین المللی موفقیت های بیشتر به دست می‌آورند.
به تازگی در چمپیونات آسیا بین جوانان و نورسان در شهر توشکند پهلوان بچه‌های توجیک صاحب 8 مدال از جمله 3 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنجی شدند. از جمله آنهایی که اکنون تاجیکستان را در توکیو نمایندگی خواهند کرد: اکبر شیروف در توشکند صاحب مدال نقره و محمد جان عبدالجلیل زاده سزاوار مدال برنجی شده بود. ریاست گفتگو جنایتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 نوامبر سال 2023 با نشر عکس دختر 13 ساله‌ای که 2 روز قبل خبر گم شدنش در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود خبر داد که ریاست گفتگو جنایتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان شهروند رجب و بیبی اویشا سال تولدش 2010 ساکن شهر دوشنبه رو که از سحنه 28 نوامبر سال 2023 از منزل استقامتیش برآمده بیدرک غیب شده بود. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی دریافت نموده صحت و سلامت به والدانش سپردند. این نهاد درباره این چند مدت در کجا بودن این دختر نورس و همچنین چگونه و از کجا یافتن او یگان تفصیلات نداده است، اما بسیاری‌ها در زیر اعلان گم شدن بیبی اویشا نوشتند که در سن 13 یا 14 که سن گذرش است، فرزندان به خصوص دختران خیلی نازک میشوند و حتی یک رنجش ناشیز میتواند آنها را به اقدام‌های چون فرار از خانه تعریف دهد. روز 28 نوامبر در شبکه‌های اجتماعی اعلان نشر شد که در آن گفته میشد رجب و بیبی اویشا پرویزونا سال تولدش 2010 صبح 28 نوامبر سال 2023 ساعت 6:30 از خانه برآمده بیدرک شده است. خوشبختانه این قضیه با فرجام خوش به پایان رسید و بیبی اویشا را صحت و سلامت به کنار پدر و مادرش برگردانیدند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.